جورج اورویل، سرای چارپایان، مالخانه. از انگلیسی ترجمه عثمان علی لطیفی، در قرائت دلشاد رحمت الله. باب یکم. جناب جونز صاحب ملک سرای چارپایان منار شب در مرخانه را قلف کرد، ولی بنابر سبب از حد زیاد مست بودنش محکم کردن سوراخی ها را فراموش نمود. در حلقه نوری فانوسش که در دستش از یک طرف به طرف دیگر الوانج میخورد، در روی حالیش پیچیتاب خورده موزه هایش را کشیده به در پوش پرتافت و از بچکه در آشخانه بودهش آخرین استکان آب جو را نوشیده به سوی رخت خوابش که خانم جونز در آنجا سخت خوابیده خوراک میکشید روانه گشت. همین که چراغ اتاق خوابش را خاموش کرد، در تمام بیناهای سرای چارپایان غلاغله به وجود آمد. هنوز در دوام روز در بین حیوانات آوازه پهن شده بود که خوکی سفید فربه جایزه‌دار میاری پیر شب گذشته خوابی عجیب دیده است و میخواهد آن را به دیگر حیوانات رساند. مصلحت شده بود که پس از رفتن جناب جونز به خانه‌اش همه آنها باید در انبار کلان وامی خوردند. میار پیر این خوک کیها باز چنین لقب را داشت، گرچنده که نام اصلیش در نمایشگاه ها ویلینگتون بیوتی بود. در سرای چارپایان قدر بلند داشت و همه آماده بودند که برای شنیدن گفته های او ساعت خوابشان را دریغ ندارند. میار پیر روی صوفه بلند که در پیشگاه انبار کلان واقع بود، زیر روشنی فانوسی در چوبی دستک آویزان بوده، در روی خاشاک یک طرفه غلیده بود. او 12 سال داشت و در وقتهای آخر به قدر کافی فربه شده بود و نوابسته از آن که دندانهای نیشیش هیچگاه بریده نشده بودند، وی همانا یک خوک عالی جناب و خیرتمند و خیرخواه به نظر می رسید. دیر نگذشته دیگر جانوران هم آمدن گرفتند و هر یکی آنها برای روش خود جایهای براحت را برای خود انتخاب میکردند. اول 3 سگ، بلوبل، جیسی و پینچر، و بعد از آن خوک ها آمدند و در صف پیش روبروی صوفه بلند در بالای خاشاک خود را جایگیر کردند. مرغ ها بالای طاق تیرزه ها نشستند، کبوترها باشند در سقف انبار در نزد دستک و روها پرواز می نمودند. گوسفند و گاوها در پس خوک ها خوابیده نشخوار می کردند. 2 اسب روبکش بوکسیور و کلاور با هم در آمدند. آنها خیلی با احتیاط راه می رفتند و پایهای عظیم مویدار خود را آهسته آهسته به زمین می گذاشتند تا مبادا جانوران خردی بالای پخال و خاشاک را زیر کنند. کلاور یک اسب مادنه میانه عمر بود که بعد از تولد 4مین تویچش اندام پیشینه خود را گم کرده فربه گردیده بود. بوکسیور یک جانور بزرگی 18 ساله بود که دستای دراز و پرقوتش به مثل 2 اسب دیگر بودند. نمود ظاهریش بنابر رخ سفید بالای بینیش یک کم زشت به نظر می رسید و در اصل هم و کم عقل بود، اما از روی سرطاقتی، خصلت خوب و پرکاری حیرت انگیزش همه به او احترام می گذاشتند. پس از اسبها موریل، بوزی سفید و بنجامین خر کلانسال در آمدند. بنجامین پیرانسالترین جانور در سرای چارپایان بود و خیلی فعلی بده داشت. وی کم گپ میزد، اما وقتی که به گپ می در آمد عادتاً ایرادهای بی‌حیانه می گرفت. مثلا می گفت که خدا برای راندن پشه ها به او دوم داده است، اما وی می گفت که بهترش نه دوم باشد و نه پشه. تنها وی در بین حیوانات سرای چارپایان هیچگاه نمی خندید. اگر سببش را می پرسیدند می گفت که برای خندیدن چیزی ندیدم. با وجود این وی اقرار شد که با بوکسیور ارتباطی نزدیک دارد و هر دویشان عادتاً روزهای یکشنبه پهلو به پهلو در سبززار بیرون از باغ سرای چارپایان بدون سخن گفتن علف می چرند. وقتی که 2 اسب بوکسیور و کلاور در روی پخال نوکک غلیدند، چوجه های مرغابی که مادر خود را گم کرده بودند یک باره چیرچیر کنان به انبار در آمدند و برای آنکه پایمان نشوند این سو و آن سو سرسان و سرگردان می گشتند.
کلاور با بند دستی کلانش آنها را جمع کرد و در داخل حلقه دست او چون در لانه چوجه ها را خواب برد. در لحظه آخر مالی ابله زیبا اسبک سفید که عرابه دو نفره میستر جونز را میکشید با یک پاره سرقند که آن را غرچ غرچ کنان میخواهید در آمد. وی در صف پیش جای گرفت و با یال سفیدش که با لنتهای سرخ بافته شده بودند و بازی در آمد تا اینکه توجه دیگران را به خود جلب نماید. آخران گربه در آمد و برای پیدا نمودن جای گرمترین از روی عادت به گرد و اطراف نگریسته نهایت خود را در بین باکسیار و کلاور جایگیر کرد. در آنجا وی با ذوق بلند خورخور کرده به سخنرانی میار یگان توجه ظاهر نمی کرد و غیر از موسس زاغ رامی دستی که در دستک در پشت انبار نشسته بود دیگر همه حیوانات در داخل حضور داشتند. وقتی میار دید که همه با راحت نشسته انتظارش بودند و گلش را اوه کنان تازه کرده به سخنرانی آغاز کرد. رفیقان، شما الکی درباره خواب عجیبی که من شب گذشته دیده بودم شنیده اید، اما درباره خواب دیدم دیرتر سخن خواهم گفت. من در اول چیزی دیگری برای گفتن دارم. من فکر نمی کنم رفیقان با شما چند ماه دیگر باشم و پیش از مرگ وظیفه دارم که چند چیزی خردمندانه را که دارم به شما رسانم. من عمری دراز دیدم وقتی که در آغل خود تنها می خوابیدم. برای فکر کردن وقتی زیاد داشتم و طبیعت حیات زمینی را اینچنین حیات همه نمود حیوانات را فهمیدم. در این باره من می خواهم با شما صحبت کنم. اکنون رفیقان، طبیعت حیات ما چگونه است؟ بیایید حقیقت را گویم. حیات کوتاه ما به سختی و زحمت کشیدن می گذرد. از وقتی به دنیا آمدن به ما همان قدر غذا می دهند که نفسمان را در بدن خود نگاه داشته توانیم و حیواناتی که قوت دارند مجبورند تا حد آخر قوه خود کار کنند و همان لحظه که از ما فایده نمی رسد ما را بیرحمانه به دست قصابان می دهند. هیچ یک حیوان در انگلیا معنای خوشبختی یا فراغت را پس از یک سالگیش نمی داند. در انگلیا یگان حیوان آزاد نیست. حیات حیوانات از قشاقی و غلامی عبارت است. واقعیت چنین است. گفته سخنانش را ادامه داد. مگر ترتیبات طبیعت حقیقی چنین است؟ مگر این سرزمین به حد قشاق است که نمیتواند برای ساکنانش زندگی شایسته مهیا سازد؟ نه رفیقان، 1000 بار نه. زمین انگلیا حاصل خیز است. اقلیمی خوب دارد. وی میتواند شماره زیاد حیوانات را نسبت به آن که حاضر در آن زندگی دارند با غذای فراوان تامین نماید. تنها همین سرای چارپایان ما میتواند 10 اسب، 20 گاو و 100 گوسفند را کمک و دستگیری نماید و همه آنها میتوانند حیات آسایشته داشته باشند و با شأن و شرف زندگی کنند که ما حتی آن را تصور کرده نمیتوانیم. پس چرا ما در چنین حالت بد قرار داریم؟ زیرا تمام محصول مهنت ما را آدمان می‌دزدند. در اینجا رفیقان جواب همه مشکلات های ما را با یک کلمه میتوان ابراز کرد. این کلمه یگانه آدم می باشد. آدم این یگانه دشمن اساسی ماست. اگر آدم را از صحنه دور کنیم گرسنگی و مهنت زیادتی ابداً نیست خواهد شد. آدم یگانه مخلوق است که بدون استحصال چیز فقط استعمال می کند. آدم شیر نمی دهد، تخم نمی کند، قوت کشیدن یوغ اسپا را ندارد، به قدر کافی دویده نمی تواند که خرگوش را صید کند. نوبسته از این او در روی زمین پادشاه تمام حیوانات است. آدمان حیوانات را کار می فرمایند، با آنها حصه حد اقل غذا را می دهند که از گرسنگی نمیرند و باقی مانده همه فایده را برای خود می گیرند.
با مهنت ما زمین را میکارند، پاروی ما زمین را حاصل خیز میکند، ولی ما بجز پوست اوریان خود دیگر چیز نداریم. انا شما گاوها که در نزد من غلیدید، در سال گذشته چند هزار گالون شیر دادید. کجا شد آن شیری که میبایست گوساله های شما را پرقوت میکرد؟ به جای این هر یک قطره شیر به حلق دشمنان ما رفت. و شما مرغ‌ها در سال گذشته چند تخم گذاشتید و چند چوجه برآوردید. بقیه تخم های شما را به بازار بردند تا اینکه جونز و کارگرانش فایده به دست آورند. و تو کلاور، کجا شدند آن 4 تایچه که زاییدی؟ آنها باید در پیرانسالیت تکیهگاهت می شدند. هر یکی آنها هنوز در سن 1 سالگیشان فروخته شدند و هیچ گاه یکی از آنها را دیگر نخواهی دید. بر عوض 4 تایچه و تمام مهنت خود در صحرا به جز یک مشت جو و سیزخانه کونه دیگر چی داری؟ حتی آن حیات قشاقانه که داریم به طور طبیعی به آخر نمی رسد. من از خود شکوه ندارم، زیرا من خوکی موفقم. من 12 سالم و زیاد از 400 خوک بچه دارم. برای خوک این حیات ارزنده است. بالاخره یگان حیوان از دم تیغ کارد رهایی ندارد. شما خوک‌های جوان که در روبروی من نشسته اید، هر یکیتان در دوام 1 سال به همین ذیل جان خود را خواهد داد. این دهشت همه ما، گاوها، خوک‌ها، مرغ‌ها، گوسفندان و دیگر حیوانات را انتظار است. حتی اسبان و سگان تقدیری بد دارند. تو بکسیار، همان روزی که موشک‌هایت بی‌قوت می‌گردند، جونز تو را به قصاب می‌فروشد و او گولیت را بریده برای سگ‌ها خوراک تیار می‌کند. وقتی که سگ‌ها پیر می‌شوند و دندان‌هایشان می‌ریزند، جونز به گردن آنها خشت را بسته آنها را در حوض نزدیکترین غرق می‌کند. پس رفیقان، بار دیگر معلوم نمی‌گردد که تمام بدبختی‌های حیات ما از ظلم آدم سرچشمه می‌گیرند. همین که از چنگال آدم خلاص شدیم، محصول مهنتمون مال خود ما خواهد شد. خود همان شب ما آزاد و ثروتمند می‌گردیم. برای این ما باید چی کار کنیم؟ شب و روز با جان و تن برای سرنگون کردن نسل آدم باید کار کنیم. این است پیام من به شما رفیقان. شورش کنید. نمیدانم آن شورش کی سر میزند. شاید پس از 1 هفته یا بعدی 100 سال، چنانه که این پخال را زیر پای خود واضح و روشن میبینم، احساس میکنم که عدالت دیر یا زود برپا خواهد شد. عمر کوتاه خود را رفیقان برای این غایه و این رسالت ببخشید و پیش از همه این پیام مرا به حیواناتی که بعد از شما می آیند برسانید تا نسل‌های آینده مبارزه را تا پیروز شدن ادامه دهند. در خاطر نگاه دارد رفیقان، قرار شما نباید هیچگاه تغییر یابد. هیچ یگان دلیل نباید شما را گمراه سازد. وقتی آدمان به شما میگویند که آدم و حیوان منفعتی مشترک دارند، آبادی یکی آبادی دیگر جانب است، به چنین حرفها هیچگاه گوش ندهید. این همه دروغ و سفسطه است. آدم به جز منفعت خود دیگر منفعت یگان حیوان را به نظر نمیگیرد. بگذار در بین ما حیوانات یگانگی، وحدت و رفاقت کامل در مبارزه بر ضد آدم همیشه طنین انداز باشد. همه آدمان دشمنند، همه حیوانات با هم رفیقند. در این لحظه بین حیوانات غوریش و غوغای عظیم به وجود آمد. هنگامی که میار پیر سخنرانی میکرد، 4 کلموش کلان از سوراخی های خود برآمده روی پای قفایشان نشسته به حرفای او گوش میدادند. سگان ناگهان آنها را دیدند و تنها حرکت تیز کلموش ها به سوی سوراخی هایشان جان آنها را نجات داد. میار پای خود را بلند برداشته همه را به خاموشی دعوت کرد. رفیقان، گفت او، در اینجا یک مسئله را حل کردن لازم. حیوانات وحشی
از قبیل کلموش‌ها و خرگوش‌ها آنها دوستان ما هستند یا دشمنان ما؟ بیایید به آواز می‌گذاریم. من این سوال را به اهل مجلس پیشنهاد می‌کنم. آیا کلموش‌ها به ما رفیقند؟ آوازدهی یک بار شروع شد و با اکثریت آوازها معلوم گردید که کلموش‌ها رفیقان آنها میباشند. تنها 4 نفر مخالف، 3 سگ و گربه بودند. بعداً معلوم شد که آنها به هر دو جانب آواز دادند. معیار ادامه داد: من باز کمی گفتنی دارم. بار دیگر تکرار میکنم که وظیفه اساسی شما با تمامی راه و واسطه ها با آدم دشمنی کردن است. هر کسی با 2 پای می رود دشمن است. هر آنچه 4 پای و یا بال دارد دوست است. این چنین در خاطر دارد که در مبارزه با آدم ما نباید فعل و رفتار آن را داشته باشیم. وقتی که آدم مغلوب شد طرز حیات او را قبول نکنید. هیچگاه حیوان نباید در خانه استقامتی زندگی کند یا اینکه روی رخت خواب رود، لباس برتن کند یا مشروب نوشد، تماکو کشد و یا به تجارت مشغول شده پول کار کند. همه رفتار و عادتهای آدم بد است. زیاده از این هیچ یک حیوان نباید یگان وقت بر ذات خود ظلم کند. ضعیف یا توانا، دانا و یا ساده، ما همه برابر هستیم. هیچ یک حیوان نباید یگان حیوان دیگر را به قتل رساند. همه حیوانات برابرند. اکنون رفیقان درباره خواب دیشب هم نقل میکنم. این خواب را نقل کردن دشوار است. من در خواب حیات زمینی را بدون آدم دیدم. ناگهان چیزی به خاطرم آمد که کیها باز آن را فراموش کرده بودم. سالهای پیش وقتی که من خوکی خردسال بودم، مادرم و خاله هایم یک سرود کهنه را می سراییدند که تنها آهنگ و 3 کلمه اول آن را می دانستند. من این آهنگ را در ایام خردسالی هم می دانستم، اما کیها باز آن از یادم رفته بود. اما شب گذشته آن را در خواب دیدم. به زعم این متن پره سرود باوری دارم که نسل حیوانات گذشته آن را می سرودند و نسل‌های می بعده آن را از خاطره ها فراموش کردند. شنیدم. من اکنون این سرود را به شما می سرایم رفیقان. البته من پیرانسال هستم و آوازم گرفته است، اما وقتی که آهنگش را فهمیدید می توانید آن را برای خود بهتر سرایید. آن را حیوانات انگلیا می نامند. معیار پیر گلویش را تازه کرده به خواندن سرود شروع کرد. نوابسته از آن که آواز معیار پیر خرخر می کرد، اما او به قدر کافی آن را خوب سرایید و این آهنگ هیجان بخش چیز بین آهنگ های کلمنتین و لکوکراچه بود. متن سرود چنین بود: حیوانات بس بیچاره و زار، خانگی دو در جبر و جفا، باوری دارم روز می رسد جشن و خرسندی در گذر ما. آن که بوده او دین خوجین، گم می شود او از روی زمین. در همه کنج و کنار این ملک، زندگی کنیم پادشاه برین. هر آنچه که در خواب می دیدیم، به دست آوریم آن همگی را ما. هم که فراوان هم بیده بسیار، کنجاره غلب است بود ما را. زمستان رود آید تابستان، آید آرامی به جای بوران. پند و اندرز آن واعظان را، جمله گم سازیم از روی جهان. کار کنیم از سر جملگی یاران، روزش می رسد دوم بیفشانیم. آنگه درو از آهن جفت، شمشیر و تیغ باران بسازیم. حیوانات بس بیچاره و زار، خانگی دو در جبر و جفا، باوری دارم روز می رسد جشن و خرسندی در گذر ما. یک جای سرودن این شعر جانوران را به وجد آورد. هنوز معیار خواندن سرود را به آخر نرسانیده بود که جانوران از نو به سرودن آن سر کردند. حتی به عقل ترین حیوان آهنگ و چند کلمه آن را از یاد می دانست. خوکها و سگ‌های دانا در طول چند دقیقه تمام سرود را از بر کرده بودند. پس از چند مراتب خواندن سرود تمام سرای چارپایان
با یک آواز حیوانات انگلیه می گفت. گاوها باس می کردند، سگها عکاس می زدند، گوسفندان بعبع می کردند، اسبها شیه می کشیدند، مرغابی ها قات قات می کردند. آنها از خواندن سرود چنان شاد شده بودند که آن را 5 مرتبه پی در پی سرودند و اگر از بیرون خلل نمی رسانیدند شاید تمام شب سرودخوانی را ادامه می دادند. متاسفانه غلغله جناب جونز را از خواب بیدار کرد و او از بستر برخاسته فکر کرد که روباه به حولی آمده است. وی یراقش را که همیشه در یک کنج خانه‌اش می ایستاد گرفته به سوی تاریکی یک چند مرتبه تیر پراند. تیرها به دیوار انبار برخوردند و اهل مجلس سراسیمه‌وار پراکنده شدند. هر حیوان به مکان خواب خود گریخت. پرنده ها به جایهای خود پریده، دیگر حیوانات در روی پخال و خاشاک قرار گرفتند و پس از لحظه تمام سرای چارپایان خوابیده بود. شنونده های عزیز، ادامه قصه را در نشری دیگر خواهید شنید.